شوف در همین برای آدمایی که مثل آدمای اهل سنت و جماعت داعش میگن، در همین باره جواب میده به هوایا. زیاد انسان ها رو شنیدید که علمای اهل سنت و جماعت داعش میگن، بعضی دیگر گروه ها میگن. بله اینها بارک الله فیکم دشمنان قرآن و سنت هستند. اینها دشمنان قرآن و سنت هستند که اهل سنت رو، مسلمان ها رو، این اهل بدعت و مشرکین می آیند و به وزنین ترین جماعتی که تمام دنیا ضد اونها مبارزه میبرد میاند و نامگذاری میکنند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شما رو هم نابود بکنند. اگر ببینید داعش نبود، پیش از این وهابی میگفتند. در وقتهای جنگ در تاجیکستان واوچیک گفته بسیار انسان ها را میکشتند. واوچیک یعنی وهابی را واوچیک گفته بسیار انسان ها را میکشتند. کلمه واوچیک پیش از جنگ شروع شدن در سالهای 90 91. در اون وقت چی بود؟ اپوزیسیون بود. اپوزیسیون گفته چقدر مسلمان ها را طعنه میزدند. اپوزیسیون میگفتند همه ترسیده میمرد. کودک ها و فرزند ها را به سبحان الله در مسجد ها، بگیم در بازار ها، در کوچه ها، در مکتب ها می داشتند پدر تو اپوزیسیون است، بابای تو اپوزیسیون است، گویان اذیت می دادند. پیش از این در زمان شوروی باسمه چی بود؟ باسمه چی بود؟ یعنی این یک منهج شیطانی است، یک وسوسه شیطانی است که شیطان به دوستای خودش وحی میکند، القا میکند. این شیطان لیوحی لبعض اولیاء، یعنی شیطان به بعضی از اولیای دوستای خود همین لقب ها رو میداد که انا میخل بگید. در وقت اسسر بوسمچی بود، بعد اسسر شکست خوردن، در این وقت بعد اپوزیسیا، بعد از این ووفچیک، بعد از این وهابی، بعد از این سلفی، بعد از این اومدن انکنون داعش هم اگر این لقب هم دیگه فایده ندهد و این لقب هم یک لقب عادی شود، بعد از این با دیگر میسازند. تا روز قیامت این لقب هست، میسازند. و این چنین انسان ها دشمنان الله و رسول هستند که یک مسلمان همچنین لقب گذاری میکنند و بعد از این همون بیچاره را حیاتش شاید بسیاری انسان میسوزند. و این کار عادتا حزبی ها میکنند. خوبسای حزبی برای نابود کردن اهل سنت، برای پیشی راهشان را آزاد کردن. مثلا من وقتی که حزبی ها را کفر و شرک و خیانت اینها را بیان کردم، اینها برآمدن من طعنه زدند. حالا که من یک استودنت آزاد هستم، انا میگم یا میگد به ما گم نزن یا این تو امین هستی. چرا؟ میگد که اگر همین لقب کردیم اینا محکم میکنند خلاص میشه. میگه اما اینا به قدرت الله ایمان ندارن. اینها به قدرت الله ایمان میداشتن این سخن نمیگفتن. اینا کفار هستند. و یا اشعری و ماتریدی و خوبسا وقتی که در باب اسما و صفات ما اینها را میشکنیم، کمرشون را میشکنیم، به دلیل حجت برنده قرآن و سنت اینها را میبریم، بیان میکنیم که الله در بالای آسمان است، کلام دارد، نازل میشود، میخندد، غضب میکند، میآید. اینها چی میگوید؟ هیچ چیز از دست نمیاد. قرآن نمیفهمد. در باب حجت از همه جانب شکست میخورد. نه قرآن، نه سنت، نه مذهب سلف. قیل و قول و افسانه به ما گفته نمیتواند. شعرشه به ما به فرق سرش شعرشه میزنیم. ما شعر اون که دین ما از شعر گرفته نشده است. اینا ما مجبور است که ما را طعنه میزند. اینا ما را مجبور است که طعنه زند. طعنه وزنین ترین چی است؟ همین طعنه است. عین وقت گفت روسو دن ممنت، عین وقت همین طعنه خراب کننده است. در کار شود طالبت میگد، در کار شود دیگر سخنت میکرد، فرق ندارد. اگر اپوزیسیا این لقب خطرناک باشد، تو اپوزیسیا میگد. همین کدام لقبی که خطرناک باشد تو همین میگد. برای چی؟ برای که زودتر نابود شوی، زودتر نیست نابود شوی، یا لا اقل کمترین چیز ترسی. لیکن الحمدلله یگون جای ترسی نیست و ما آزاد هستیم. به یگان جماعت هم نیستیم، به یگان حزب هم نیستیم. ما مؤمنین و موحدین هستیم. دینمون دین الله اسلام است. ما مسلمان هستیم که الله که نامگذاری کرد ما را مسلمان، مؤمن، موحد. ما مسلمان و مؤمن و موحد هستیم. دینمون دین اسلام است. مذهبون اهل سنت و الجماعه است. دلیلمون قرآن و سنت، منهج سلفین امت اجماع است. و البته که ما هم راه مؤمنین و موحدین و مسلمین موالات داریم و برای از کفار مشرکین داریم. انا میگم و یا نظر بکنید به عذری ها یا نظر بکنید به دیگران، این لقب رو فقط دشمنان میگویند. این لقب رو فقط دشمنان میگویند.
به خاطر چی؟ به خاطر نابود کردن. لیکن و مکروا و مکر الله والله خیر الماکرین. اینها مکر میکنند و از مکر الله بیخبر میمونند که اینها را مکرشون الله دیده ایستاده است، با خبر است. مکرشون الله به خودشون میگرداند و الله بهترین مکر کننده در رو بروی مکر کننده است. الله خار کند مکر کننده ها رو، مکرشون رو به خودشون گرداند، خدعه و فریب کننده و هیله‌گرها رو به خودشون گرداند و همین تهمت های کردهشون بلای مصیبت به سر خودشون بیارد که امروز شب روز علمای اهل سنت و جماعت رو پیشش رو میگیرند. یک عالم، یک طالب علم اهل سنت و جماعت قدرت گاب زدن حق ندارد از دست این خوب سوره. طعنه بالای طعنه، طعنه بالای طعنه، شب و روز طعنه میزنند. به خاطر چی؟ به خاطر امین عقیده حق، به خاطر امین توحید، دیگر هیچ چیزی نیست. الله المستعان. برادر عزیزم، الله همه شما را حفظ